دوستان عزیز، اینجا باغ ما هستش و این خونه که میبینید خونه باقی ما هستش. امروز گچکار اومده تا سقف خونمون رو درست کنید. اون اتاقی که میبینید اتاق خونه ما هستش و این حمومه. اینجا هم سرویس بهداشتیه. ایشون هم گچکارها و شاگردشون هستن و اومدن سقف رو درست کنن. این پسری که میبینید شاگردشونن و ایشون هم اوستا هستن. امروز اومدن سقف رو درست کنن. اینجا شاگردشون گفت سلام. خب علیک سلام، خسته نباشید، ممنون که زحمت کشیدین اومدین اینجا استاد داره سقف رو میبینه که ببینه چه مشکلی داره، چجوری درستش کنه و باید راویز بزنه تا گچ روش وایسته. ممنونم که تا اینجا سابسکرایب کردین، لایک و کامنت هم یادتون نره. اینجایی که میبینید این خونه هستش که اینجوری ریخت و پاش شده، اما بعد از گچکاری قشنگ تمیز میشه و در آخر بهتون نشونش میدم. اینجا استاد داره با چکش راوز رو وصل میکنه به سقف تا گچ وایسته و جلوی موش و اونجور چیزا رو بگیره و گچ روی سقف وایسته. اینجا هم گچ اونجا آماده هستش تا به سقف بزنه. اینجا استاد داره گچکاری میکنه به سقف رو گچکاری میکنن. خیلی ممنون که زحمت میکشید. لایک یادتون نره دوستان، به کانال من ملحق بشی. کلی فیلم های جذاب و روستایی و مزرعه مثل آبیاری، آب دادن درختان، روشن کردن موتورا، کلی چیزهای دیگه واسهتون گذاشتن، برید ببینید، کیف کنید. اینجا استا داره گچکاریش میکنه گچش سفت نشه. لباساشون هم کثیف شدن یه کمی. خب ببینیم چیکار میکنن. خب اینجا دوستان این شاگردشون است که داره واسه اوستا گچ میگیره. الان آب ریخته توی اون سطل و داره گچ میریزه توشو با هم مخلوطشون کنه تا به گچ تبدیل بشه. اینجا داره با همزن همش میزنه تا به گچ خوبی تبدیل بشه و به سقف بچسبه. باید قشنگ همش بزنید. خسته نباشید آقا شاگرد. همزن رو برد اونجا تا کثیف نشه. الان دوباره اوستا یه خود از کارش رو انجام داده. خیلی ممنونم. دارن سقف رو گچکاری میکنن. خب اینجا هم که میبینی خیلی بد شده، باید اینجا هم گچکاری شه. الان سطلشون تموم شده، منتظر گچ هستن. دوباره الان کارشون کردن. الان اوستا خسته شده. اینجا گفت ببینید آقا سارم با من چیکار کردی، خود لباساش کثیف شده بود. آخه حق داره. اینجا دیگه چیزی نمونده بود، اینجا فقط اون یکم اونور مونده بود. اوستا زحمت کشیدن، درستش کردن. اینجا هم که نتیجه است میبینید، درستش کردن. و این هم از خونه که کلا ریخت و پاش بود تمیزش کردیم و اینجوری خوشگل شده. خیلی ممنونم که کانال ما رو سابسکرایب میکنید و با لایک ها و کامنتاتون به ما انرژی میده. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.